پپل پلیگراوند، بازی که دیگه خودتون دیدید و میشناسید دیگه. احیانا از تایتل و تامنیل فهمیدید که حوزه فیلم در چه، یعنی از چیه. و اونایی که بازی پپل پلیگراوند دارن کلن، هم اورجینال هم حیرتی، میدونن که برای ریختن مود نیاز به بازی اورجینال دارن، چون مودش توی سایت ها نیست یا به خاطر پپل پلیگراوند بسته شده یا هم که کلن. خلاصه برای نصبش باید از توی استیم ورکشاپ و دیگه اگر بیاره ادونز و این چیزا برید تا مودا رو بیاره. که بنده رفتم خیلی ساعت ها تحقیق کردم و 2 سایت خفن براتون آوردم که خیلی خفنن، مخصوصا دومیش که از همه چی خفن تره. و میتونید اونایی که این بازی پپل پلیگراوند رو حالا پولشون ندارن، حالا به دلایلی نمیتونن اورجینال بگیرند، فیلترینگ و اینا، تحریم و اینا، یا کلن، حالا خلاصه بلش بازی پپل پلیگراوند کرکیو با اون سایت ها مودشو بریزن و هر مودی که میخوان و بازی کنن. این از سایت اول. راستی این دوتا سایت رو توی دیسکریپشن گذاشتم. این سایت اوله که وقتی شما لینک میزنید وارد همچین سایتی میشید که این دوتا سایتی که میخوام معرف کنیم اصلا فیلتر نیستن، این تحریم کنن، فیلتر تحریم نیستن، یعنی راحت میتونید دارید. اگه هم تحریم بودن که از تحریم شکن پکت کرافت استفاده کنید اگه درست گفته باشه. مثلا این کلان تقریبا 388 تا صفحه است که توش بین 1 تا 10 تا مده. و مثلا من این مود خوشم اومده، میزنم روی عکس یا هرچا و ساب میکنیم تا بیاد. بنده یکم نتم ضعیفه، شما بزنید سریعتر. خب وقتی اومد اینجا میگه که چند لحظه صبر کنید تا لینک دانلود رو بدم، یعنی کلا 10 ثانیه میگه صبر کن، بعدش یه 30 ثانیه دیگه میاره که صبر کن تا این 30 ثانیه تمام شو. خیلی سایت هم جالب هم شروع صبر میکنیم. همونطور که میبینید 30 ثانیه وقت داده تا این 30 ثانیه تمام شه. خدا وکیلی یه لایک بزنید. من این همه ساعت تحقیق کردم براتون، 2 تا سایت فوق خفن که دومیش خفن تر از اینه براتون پیدا کردم. برید حال کنید یه لایک بکن دیگه. خلاصه خب تقریبا 1 ثانیه مونده و وقتی این صفحه اومد، این 2 تا اومدن، روی این کلیک نکنید، روی دانلود کلیک کنید. وقتی روی دانلود میزنید براتون یه صفحه، الان من نتم ضعیف اینو میاره که میزنید روی این، از چند لحظه صبر میکنید تا این پرشه و بعد از اینکه پر شد میزنید روی دانلود لینک. احتمال داره اینجا ببرید به یه صفحه دیگه که اونو میبندید، میاد اینجا میزنید روی دانلود، بعد صبر میکنید و سریع براتون اینو میاد. حالا من نتم ضعیفه، میبینی نوشته 5 ساعت، کلا 75 مگا. آره خلاصه که مود جالبی داره. بریم برای سایت دوم. سایت دوم اینه که تقریبا آره دیگه، اینجا هم که وقتی هم روی لینک میزنید وارد این صفحه میشید که عددو اینو ول کنید. این هم مود داره. مثلا من از این مود خوشم میاد، میزنم روی کوتو یا میزنم روش کلا میاره، میزنم روی دانلود مود و میگه که 30 ثانیه صبر کن تا لینکو بدم. ما هم صبر میکنیم. اگر هنوز لایک نکردی تا این تمام شه لایک کن. خب بعد میاره دانلود مود، میذارید روی دانلود مود و تمام. بعدش یه پیغام میفرسته براتون، بعد شروع میکنه به دانلود کردن که من یه کوچولو نتم ضعیفه دیگه، میدونی دیر میاره. آره
حالا چرا میگم آورد تازه. حالا چرا میگم این سایت خفنه؟ وقتی شما روی هوم میزنی این صفحه میاد، یعنی کلا صفحه اصلیه که توش کلی بازیه، که کلی توش مودای بازی های دیگه است. مثلا ماینکرافت که 197,012 تا مود داره، جی تی ای وی، سیمز 4، کلی بیمنجی که خفن تره اینا رو داره، که این پایینم پیپل پلیگراوند که تقریبا 31,522 تا مود دارن توش. بخاطر همین میگم مثلا من میخوام مود ماینکرافت بریزم، میرم توی ماینکرافت و من حالا نتماده شما نتتون خوب باشه سریعتر میاره. میبینید که کل مود ماینکرافت داره، دوباره همونو میزنیم و بعد میزنیم روی دانلود مود، خلاصه بعد همون 30 ثانیه میاره. حالا آقای میکی ما این بازی ها رو، این بازی دادش، ما این مودا رو دانلود کردیم توی پیپل پلیگراوند، چجوری بریزیم؟ شما تقریبا اگر پیپل پلیگراوندتون هرکی باشه یا هر چی این صفحه رو دارید. خب حالا هر مودی که توی پیپل پلیگراوند فرق میکنن. یه نوع مود داریم، یه نوع سازه داریم که یکی اومده یه سازه رو ساخته و در اختیار شما گذاشته که اونو باید بریزید توی این پوشه که مشاهده میکنید. به من چقدرم پوشه دارم، یعنی مود دارم. ولی اگه مود بود سازه نبود میاد میریزید توی مود که خیلی خفنه. و اگه اینکه این سایت ها براتون فیلتر بود میتونید از پکیت کرافت استفاده کنید که تقریبا دوستان تبلیغ نیست ولی خب کار من رو انداخت. اگر سایتی که خواستین تحریم بود بیاد میزنید روی این آل سرور و میزنید بزن بریم و وصل شو و این سریع براتون وصل میشه. و اگه سایتی تحریم بود خلاصه هرچی بود براتون باز میکنه. نه بس شد. ولی من قطع میکنم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه صدای میکروفون بد بود خیلی ببخشید، من کلا تنظیمات OBS هم کلا خراب شده. خب درست بود ولی خراب شده. بعد خلاصه دیگه امیدوارم خوشتون اومده باشه. بدرود.